سری مردان را سینماگران سعودی دیگر دیسک فیلم‌هایشان را نمی‌فروشند. بدبختی در آن است که امروز مثلا یک سیستم پرزور کنترل دیسک در تاجیکستان موجود نیست. گرم بودن بازار دیسک‌های تقلبی این را باعث گردیده آنها مقصد دارند نمایش در تالارها را براه مانده از استحصال فیلم سود بردارند. مثلا وقتی که شما فیلم اورجینالی میبرید و فیلم شما در بالا میستد، وقتی میبیاد خریدار دیسک از پایان یک دیسکی که خودش با یک نرخ ارزانتر برای فروش تیار کرده است میفروشد و چیزهای اورجینالی که ما چوب کردیم میماند. دلاشوب یک تجربه تلخی به بازار برآوردن دیسک فیلمی پیمان را دارد که حتی بعد فروش 20,000 نسخه آن نتوانستند خرجش را برگردانند. شما از حیات قفا مانده اید. با طرز کهنه زیستن نمیتوانید. 100,000 زیاد در ولایت سوخت پهن میشد، یعنی که در تاجیکستان اطراف 300-400 هزار یک فیلم خوب پهن میشد. اما به سبب ضعف نظارت از بالای فروش نسخه های تقلبی مبلغ گذاران سینما فایده نمیبینند. از اون کارهایی که ما دیسکایی که برآوردیم ضرر دیدیم که فایده نه، یعنی نسخه برداری شدن. دکان‌های بزرگ فروش فیلم‌ها در شهر خوجند اساساً در بازار پنجشنبه جای گیرند. خریداران و هواداران فیلم با اقرار فروشنده‌ها کم نیستند. همون تاجیک فیلم‌های ترکی پریواخت کردگیشه. ترجمه از ترکی. ترکی زبان تاجیکی به ترجمه شدگیشه. از این مزدر همون خرید سازی. صاحبان این دکان‌ها دیسک فیلم‌ها را از استودیوها می‌گیرند و این استودیوها بر طبق اجازتنامه کارخانه دولتی کینو و ویدیویی ولایت سوخت فعالیت می‌کنند. استودیوها خانه تاجیکینویا هم می‌بیارن. کینوهای نوانا بیارن، تاجیکینا می‌بیارن. نیم نگاه به کامپیوتر دکانداران کنید می‌بینید که برنامه‌ها برای گرفتن فایل‌های ویدیویی از اینترنت فعالند. ناظران نیز می‌دانند که اکثر فیلم‌هایی که به بازار وارد می‌شود از اینترنت هستند. همین فیلم‌هایی که از اینترنت می‌گیرند یک روز پیش اومده کارخانه ما می‌تیان. ما باید تماشا کنیم نظر می‌گذاریم. یعنی فیلم‌ها کانسرت‌هایی که از اینترنت فیلمی که می‌شود ما می‌تیان. این سوخت آدم بچه‌ها از اون می‌تیان. ما یک روز پیش برای تماشا می‌کنیم. از خانمان یا کارخانه می وقتی ما شده دیده و خلاصه می‌بینیم که فلان چیز ممکن هست، فلان فیلم ممکن نیست. امسال از دکان‌های ولایت سوخت زیاده از 4500 دیسک پست صفت و تقلبی مصادره شده است. با وجود این مقامات اقرارند که بازار از دیسک‌های قاچاقی و پست صفت پر و نظارت آن مشکل است. پیره داشتن به حد مشکل. پیره دمغستی است که بازار تیز پهن میشه. این خطا میداد اینترنت دست به محدود. همه جا هست. ولی خانه با هست. تنگنا فیلمی پنجمی کارخانه دولتی سوخت سینما است. مردم حرامم نخواند از دست من چیزی بگیرم. این کین استودیوی نو تأسیس از دولت پول میگیرد و حالا میخواهد خودکفا باشد. رو آوردن به نمایش فیلم ها در تالارها چاره است برای به این هدف رسیدن. اما این راه هم پیچ و خمی های خود را دارد. وقتی تالاری سینما نداریم ما مثل آنی هست دهقانی هستیم که کارتوشکا گرفته است و نمیداند در کجا فروشد. در سری راهها گپ سر آن است که در شهر خوجند تالار سینما وجود ندارد. به قول مسئولین کینا در ولایت سوخت قبلا در شهر خوجند تالارهای سینما زیاد بودند، اما با تقاضای زمان به مغازه و قهوه‌خانه ها تبدیل یا ویران شدند. پیش از سال شروعی اگر خاطرم باشد تمام کینوتئاترها فقط سر بودن بود. عصبی نبودن دیسک اخیر بود. اوزی که دیسک کاملا پر شده است. نظر مردم مکنات کمی. سازندگان برای نمایش فیلم تنگنا بینای تئاتر را اجاره گرفتند که البته برای نمایش فیلم سازگار نیست. نمایش سینما تقاضای خود را دارد، اما همین هم برای گروه‌های ایجادی غنیمت است. قمری جورایو با نبیره‌هایش از دهه خستیورز به شهر خوجند به تماشای فیلم آمده است، اما مکان نمایش آن را با مشکلی پیدا کرده است. همین رکلام بچه‌چی دیده اینها همین بچه‌چی کیناش
مسئولین سوخت سینما نیت دارند در فصلهای گرما در دهات تالارهای بازار نیز تشکیل کنند. با این کار آنها می‌خواهند هم مردم را به تماشای فیلم‌های با صفت جلب سازند و هم واسطه جمع آوری مصارف شود. ما باید مردم را به تالار سینما دعوت کنیم. از تجربه عملاً دیدیم و درک کردیم که بدون تالار سینما دیگر راهی پوشاندن خرج فیلم‌ها نیست. درآمد از نمایش امروزه فیلم تنگنا را با نظرداشت شرایط پرودیوسران خوب بهاگذاری کردند. نرخ چیپتا 10 سومونی است و به قول خزینه‌چی تا 30 نفر امروز فیلم را تماشا کردند. سینماگران امید دارند مردم تا رفت به تالار عادت میکند و محصول ایجادی خود بهره میگیرند. همون دیسخر هم باید چیزی پیرتی نخرد، چیزی که حقوق مؤلف که معاینه شدگی است نخرد.